This is Mongolia. توی فرهنگ‌های مختلف جهان رسم‌های مهمون نوازی عجیب و غریب کم نداریم. رسم همخوابی دختران یا زن‌های صابخونه با مهمانان مرد یکی از رسم‌های عجیب در جهانه که برای کشور مغولستان هست. این کشور همیشه آبی فستیوال‌های جالبی هم داره. مغولستان زمانی برای خودش ابرقدرتی بوده. شاید براتون جالب باشه که بدونید دیوار چین باعث بانی ساختش همین کشور مغولستان بود. مطمئناً الان کلی سوال تو ذهنتون شکل گرفته که این چه رسم مهمون نوازیه و چه فستیوالی داره این کشور و چرا ساخت دیوار چین به کشور مغولستان مربوط میشه. اگر دنبال جواب سوالات هستی این ویدیو همشو جواب میده. پس این ویدیو 10 دقیقه‌ای رو تا انتها تماشا کن. وقتی از تاریخ ایران حرف میزنیم شخصیت‌های معروف کم نمیاد تو ذهنم. وقتی هم از مغولستان حرف میزنیم قطعاً چنگیزخان مغول پرچمدار شخصیت‌های معروف این کشور. مغولستان تنها با کشورهای روسیه و چین مرز داره و برای همین مغول‌ها بیش از هر کشوری با چین ارتباط داشتن و هر از گاهی به کشور چین حمله می‌کردند و امپراتوران چین برای جلوگیری از حملات دست به ساخت دیوار چین زدند. کشور کنونی مغولستان توسط پادشاهی‌های گوناگونی از جمله شیونگنو، شیانبی و گورتورک‌ها فرمانروایی می‌شد و چنگیزخان در سال 1206 میلادی امپراتوری مغول را تشکیل داد و با متحد کردن قبایل‌ها لشکر بزرگی را به وجود آورد و با کشورهای مختلف وارد جنگ میشد و فتوحات بزرگی هم به دست آورد. مغولستان کشور بزرگ محسوب میشه و تو رتبه بندی کشورهای بزرگ 19مین کشور هست، اما جمعیت خیلی کمی داره و جمعیت آن 3,145,000 نفره که 95% از آنها مغول و حدود 4% از اقلیت قزاق هستند. نکته جالب اینه که در 30 سال گذشته جمعیت مغولستان 2 برابر شده، اما این رشد در جهت افزایش زنان بوده است، به گونه‌ای که طبق آمار در برابر 6 دختر تنها 1 پسر به دنیا آمده است. مشکل دیگه اینه که 2/3 جمعیت مغولستان زیر 30 ساله هست و این کار تولید نسل را دشوارتر میکنه. برای همین مغولستان دچار کمبود جمعیته و در سال 2010 برای حل این مشکل 20,000 نفر مرد از ترکیه وارد کرد. مغولستان خود را از نظر سنتی با ترکیه خویشاوند می‌داند. بیش از 45% مردم این کشور در شهر اولانباتور که پایتخت این کشور هست زندگی می‌کنند. زبان رسمی این کشور مغولیه که به 2 خط سیریلیک و اویغوری نوشته میشه. دین 53% از مردم مغول بودیسم تبتی است و حدود 40% نیز بیدین هست. پول رایج این کشور نیز توگروک نام داره و نظام سیاسی آن جمهوری پارلمانی هست. در این کشور هر سال آنها فستیوالی به نام فستیوال عقاب طلایی برپا میکنند که در واقع در 2 روز از سال برگزار میشود و سنت‌های قدیمی آنها در آن جشن گرفته میشه. این فستیوال با رژه مردانی که سوار بر اسب و عقابی بر روی دوش و یا مچ دستشان دارد شروع می شود. در این جشنواره پرندگان از یک صخره به پایین رها می شود تا روی دست شکارچیان فرود آیند. عقاب‌ها بر اساس سرعت و چابکی مورد قضاوت قرار می گیرند. شترهای مغولستان 2 کهان دارند و شتر بومی این کشور باکتریان نام دارد. این شتر 2 کهان نسبت به شترهای 1 کهانه کمیابتر است. تقریباً 2 میلیون از این شترها وجود داره که برای تحمل گرما و سرما آب و هوای متنوع مغولستان تکامل یافت. از این شترها بیشتر در بیابان گوبی دیده می شود. در این کشور تعداد بیشتری گوزها و گوسفندها نسبت به آدمها وجود داره. گفته می شود به ازای هر 1 نفر 35 گوسفند ممکنه باشه. البته که گوسفندها تنها حیواناتی نیستن که از انسانها بیشتر است. اسبها هم در مغولستان 13 برابر از آدمهای این کشور بیشتر هستند. جالب است که بدونید
پلنگ‌های برفی بومی مغولستان هستند و 1/3 جمعیت آنها در آنجا زندگی می‌کنند و یک واقعیت در رابطه این حیوان وجود داره که اونم اینه که نمیتونه غرش کنه. اینجا سرزمینی است که دایناسورها در آن قدم می‌زدند. در دهه سالهای 1920 بقای فسیل دایناسورها به همراه اولین تخم دایناسور در صحرای گوبی یافته شد. بسیاری از فسیل‌های دایناسورها امروزه هنوز یافته نشده. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک و بکوبید و کانال جعبه دانستانی رو سابسکرایب کنید. و اما رسم مهمون نوازی در مغولستان دختران و زنان تنفروشی برای مهمان میکنن. یکی از قانونهای مهمون نوازی و سنت دیرینه مغول‌ها بوده. این کار به حدی بین مغول‌ها طبیعی بوده که بعضی از مغولان زن و دختران خودشون رو به مهموناشون تقدیم میکردن. در چنین شرایطی بیشترین آسیب برای زنهایی بود که به وسیله مغول‌ها توی جنگ‌ها اسیر می‌شدن یا از برده فروش‌ها خریداری می‌شدن. برخلاف کشورهایی مثل آلمان که مکانی برای روسبیگری تهیه کردند، اما در این کشور رفتاری درستی با روسبیگری انجام نمی‌گیرد. مردم مغول به کشور خودشان مغولستان آبی میگویند، اما باید بدونید که آبی بودن آسمان همیشه مساوی با گرما نیست. اگرچه در بیشتر مواقع هوا بسیار گرم، اما در روزهای سرد سال دمای هوا میتونه تا -30 درجه پیش بره و پایتخت مغولستان یعنی شهر اولانباتور با میانگین دمای -1.3 درجه سردترین پایتخت جهانه. مجسمه بزرگ چنگیزخان رو با ارتفاع 40 متر در نزدیکی پایتخت می توانید مشاهده کنید. یکی از چیزهایی که مغولستان با آن معروف شده شیوه زندگی کوچنشینی مردم این کشوره، به طوری که این کشور یکی از معدود فرهنگ‌های کوچنشینی باقی مانده در دنیا هست و تخمین زده شده که بین 30 تا 40% مردم آن کوچنشین هستند. در واقع این کوچنشینان با شترها و اسب‌هایی که در اختیار دارند مدام به دنبال جابجایی هستند که شرایط زندگی خوبی داشته باشند. مراسم نادام مراسم ملی آنهاست که بازی‌های محلی در آن انجام می‌شود. نوعی کشی سنتی مغولی نیز در این کشور انجام می‌شود که از محبوب ترین ورزش‌ها به شمار می‌رود. مغولان آثار تمدن چین را در ایران منتشر کردند و خوراکی‌هایی که از دوره ساسانی معمول بود رفته رفته عقب نشست و به شکل غذاهای دهاتی درآمد، زیرا مغولان می‌ترسیدند که طبیب و آشپز ایشان را زهر دهند. پس پزشکان و آشپزان خطایی با خود آوردند و دستورهای پزشکی چینی رفته رفته شیوع پیدا کرد و نیز انواع اقسام نوشیدنی‌ها، آش و پلو از آن وقت مرسوم شد. پلویی که اکنون یکی از خوراکی‌های اساسی ماست، خوردن آن در دوره قرون وسطی معمول نبود و از عهد مغولان معمول شد. انواع و اقسام آش‌ها، پلوها، آش رشه، زعفران، باقالی پلو به دستور آشپزان چینی در دربار ایلخانیان تهیه می‌شد و خوردن برنج ابتدا از هرات عمومیت یافت. یکی از غذاهای محبوب مغولی بوز هستش که یک نوع غذای گوشتی است که اغلب با گوشت گاو یا گوسفند تهیه میشه و اغلب همراه نان محلی مصرف میشه. واژه مغول به زبان انگلیسی به معنای شجاع است. مردم مغولستان به موسیقی اهمیت زیادی میدن و در طول تاریخ وصف ستایش مواردی چون طبیعت، اسب‌ها و آزادگی ترانه‌های بسیاری سرودن. یکی از منحصر به فردترین موسیقی‌های محلی این کشور نوعی ترانه سرایی است که خواننده تنها به وسیله بینی و گلوی خود صدا در می‌آورد و آواز می‌خواند. مغولستان میزبان قدیمی ترین پارک ملی در جهان است. این پارک ملی که کوه بوگتخان نام دارد حدود 2260 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است و در سال 1778 به عنوان اولین پارک ملی جهان به ثبت رسید.
دوستان و همراهان عزیز، رسیدیم به انتهای ویدیو. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و فراموش نشه که حتما کانال جعبه دانستنی‌ها رو دنبال کنید و ما رو حمایت کنید و در قسمت کامنت ها نظرتون رو درباره این کشور و نوع مهمون نوازیش به همون بگید.